سلام به نام خداوند هستی بخش، خداوند خوبی ها، خداوند عدل و انصاف. یه چیز دیگه که تو تعهد نویسی برامون خیلی اهمیت داره، عبارت هایی هست که میخوایم بر اساس نوع تعهداتمون مشخص کنیم. متعهد است، مکلف است، مسئول میباشد. یک تعهد قطعی است، از همین الان است. چه در قرارداد تصریح بشوند، چه در قرارداد ذکر نشوند، فرد مشمول متعهد به انجام آن است. اینا رو تو قرارداد بیاریم یا نیاریم؟ امروز در واقع من افتخاری رو داشتم که در کلاس خانم دکتر عسگری که در امور قرارداد نویسی این کلاس رو تهیه کردن شرکت بکنم و عمیقاً از ایشون سپاسگزارم برای اینکه برای بنده‌ای که در این امور فعالیت دارم امور مبهمی بود که با تدریس ایشون و راهنمایی ایشون خدا رو شکر شفاف‌سازی شد. در خصوص قرارداد نویسی چیزایی که بنده مثلا عامیانه بخوام صحبت کنم، اون فوت کوزه‌گریه رو بهمون یاد دادن. یه دوره بسیار کامل و جامع بود راجع به قرارداد نوشتن. نکات بسیار آموزنده‌ای رو بهمون یادآوری کردن و ما تو این دوره فکر کنم یاد گرفتیم خیلی اصولی‌تر و خیلی کاربردی‌تر قراردادها رو بتونیم ان شاءالله ساپورت بکنیم. من سالها به عنوان مدیر اقتصادی، مدیر فایننس، مدیر بازرگانی شرکت‌ها مشغول به کار بودم. تعداد زیادی قرارداد نوشتم، ولی مواردی که توی این کلاس عنوان شد رو خیلی جاها ندیدم و الان میدونم که اینها نقص کار من بود. از این به بعد خیلی برای من مفیدتر خواهد شد. برای اعتبار قرارداد با شرکت‌ها حتما باید اسم ثبتیشون درج بشه. نمایندگان مجاز که در واقع میشن همون افرادی که اختیار امضای قراردادها، اسناد تجاری اوراق بهادار شرکت رو اجازه امضاش رو دارن. به نظر من نقطه تمایز کلاس خانم دکتر عسگری با کلاس‌های قبل‌تری که من در این مورد داشتم کاربردی بودن اون هست. بهترین دستاوردی که من توی این دوره و دوره‌های قبلی داشتم این بودش که تونستم توی کار خودم به عنوان یک شخصی که حالا توی شرکت بیمه دارم کار قرارداد نویسی انجام میدم بهترین کار رو انجام بدم و اطلاعاتی که حالا توی این دوره ها به دست میاریم توی روند کاری ما خیلی تاثیر داره، خیلی میتونه کمک کنه بهمون که یک قرارداد خوب بنویسیم. سرفصل جالبی بود و به نظرم میشه انتظار داشت که کلاس مفیدی باشه. خیلی عالی بود و واقعا به همه دوستان توصیه میکنم در کنار تمام کارهاشون چنین دوره‌هایی رو داشته باشن. توصیه میکنم هر کسی که این امکانو داره حتما تو این جلسات شرکت بکنه. تو این دوره‌ها نکات بسیار آموزنده‌ای رو میتونه در اختیار داشته باشه.